با درود فراوان خدمت همه شما علاقه‌مندان و دستاندرکاران حوزه نمایش. شاید بشه اینطور گفت که با این شرایط سخت و طاقت فرسایی که تقریباً به هممون تحمیل شد، هیچ هموطنی نیستش که آسیب ندیده باشه. خب فعالان حوزه نمایش هم از این قاعده مستثنا نیستند. با این وصف و با وجود مشکلاتی مثل سردرگمی‌های ناشی از جنگ، بی‌حوصلگی‌های اجتماعی و وضعیت واقعاً اسفبار اینترنت و اقتصاد فریز شدمون و همینطور هزینه‌های تأمین و تولید و پخش اثرهای هنری و مدیریت مجموعه هنرمند، ما هنوز هم دست از تلاش بر نداشتیم و با قدرت به راه خودمون ادامه دادیم. برای همینم از همه شما هنردوستان و هنرمندان صاحب اندیشه تقاضا می‌کنیم با نگاه متعهدانه در بهتر دیده شدن ما خودتون رو سهیم بدونید. با هم قسمت 5 نمایشنامه اسرار شب میهمانی رو می‌بینیم و خیلی خوشحال میشیم که اگر راضی بودید سفارش ما به دوستانتون فراموش نشه. دیگه خودتون بهتر میدونید که چقدر میتونید با سابسکرایب کردن ما رو در حیات و دیده شدن این عرصه متفاوت نمایش در رادیولوگ یاری کنید. سپاس. فراموش نکنیم ما اینجا ناظری داریم. جایی از عذاب وجدان حرف میزنید، جایی آرومم میکنید و از سنگ تموم گذاشتنم حرف میزنید. هیچ کدوم. شاید فرخنده درست‌تر میگه. نگرانی هرچند کامل نیست، شاید کمی خسته و شایدم یه غریبه با جسم به ظاهر بیمار و روحی وسیع‌تر از اونی که اسمشو گذاشتن بیماری جسم. شقایق اومد به شهر ما، شهری که خودمم به نوعی غریبه بودم اونجا. کمکی نخواست. اصولا نمیشه بشری رو پیدا کرد که از واژه ناجی برای شقایق استفاده کنه. وقتی با بیماریش می جنگید بازم مهربون بود و بدور از خودنمایی اجازه نمیداد کسی براش هورا بکشه. در حین مهرورزی آرام رفت و این روش رو به ما یادآور شد. ایمان دارم آخر زمان از ذهن زیبای او آرامتر از هر روایتی است که از تموم کتابو نقل شده. عمو جان، با هر سرودی با شما همسرایی میکنم. فرو خانم، شما، روشنک خانم، اون طفل معصوم سهراب، شقایق طبق فرمایش سالار جان. شما جملگی روح بزرگی دارید واقعا. من که یه درد آشیل پاشنه عاجزم کرده از زندگی. ممنونم آقای مهان. هیبت، سلام، شب بخیر به همگی. سلام آقا. خانم فرمایشی هست، من در خدمتم. پدر گفتن من خدمت برسم، هم امری هست انجام بدم، هم داماد محترمتون منو احضار کردن. تبریک میگم فرخنده خانم، تبریک میگم آقای دکتر. بیا جلو عزیز دلم. سلام به روی ماهت، زنده باشی. چه خانومی شدی. میخواستم هیبت خان نوشیدنی خنک برامون بیاره، اما بیا چاق سلامتی کن با مازیار جان و فرخنده. میرم خودم ترتیبشو بدم. چشم خانم جان. سلام روشنک خانم، مشتاق دیدارتون. ممنونم دخترم، خیلی وقت ندیدمت. روز به روز ماهتر. از قبل سفرم ندیده بودمت. نمیدونستم چه وسیله بزک دوزکی برات بیارم. یه سوغاتی ناقابل برات آوردم، یادم باشه بهت بدم. ممنونم روشنک خانم. بزک رو واگذار میکنم به همسن سالای خودم.
اونا به اندازه کافی زحمت منو کم میکنن. خب بله، البته هیبت خانم شاید اجازه نده. شیطون چه کردی؟ ماه که بودی ماه‌تر شدی. کاری کردی رو صورتت؟ طبیعت کار خودش رو میکنه. ممنونم، اما من کارای مهمتر از این دارم. بالاخره جوونن، 10 سرگرمی مختص سن خودشون دارن. سلام آقای زاکری. سرگرمی من ایده هامه. شنیدم درس میخونی، تبریک میگم. هر زمان فکر ادامه تحصیل خارج از کشور داشتین به فروغ خانم بگین، خجالت نکشین. نسل ما باید این تعادل حفظ کنه. پدر و مادرای ما هویتمون هستن. همینجا میخونیم، کاستیاش هم باید خودمون جستجو کنیم. با هویت شکل گرفته از سرزمین مادریمون مراقبت میکنیم. باید روزای از دست رفته اونا رو با شکوه جبران کنیم. اونا رو از خمودگی بیرون بیاریم. براوو. ای بابا، چه چرت و پرتا. شعرهای آبکی سالار خان. دختر جون، شوهر کن. دلخوشی پدر و مادرت تویی و نوهایی که تو براشون میاری. آقا ساتار، میگن ازدواج نکردن ناهنجاری میاره. حتما درست میگن احیانا. برای به ثمر نرسیدن اشتباهات مکرر تاریخی من به بلوغ فکری نیاز دارم. دسته کوچیکی از گندم و برنج که با قاعده به ثمر رسیده باشه میتونه جای خرمنها گندم و 10 شالیزار پوشیده از برنج باری به هر جهت رشد کرده رو الگو باشه. همه ما در هر برهه‌ای گمانمون به این اشتباه مربوط به دیگرانه. تازه زمانی هم که به این واقعیت پی میبریم ما هم اشتباه کردیم، با لجاجت ماهرانه‌ای تلاش میکنیم نشان بدیم اون زمان ایجاب میکرده و حالا هم درست راهمون انتخاب کردیم. ولی آقا ستار، هر 2 مقطع ما اشتباه میکنیم. انسان با اشتباهاتش رشد میکنه و با هرس کردن به نقطه اوج میرسه. برای این کار خرد بهترین راهگشاست. برای ازدواجم که کی بهتر از بهترین الگوهای کنارم؟ فروغ خانم، فرخنده خانم. ستار، درست متوجه شدی؟ یا تکرار کنم؟ از اینکه اومدی ممنونم. من دیگه باید برم بیرون. با اجازه همگی. امیدوارم تو همه مراحل زندگی با انگیزه و شاداب باشی. سپاسگزارم. همچنین. راستی دختر خانم، اسم شما؟ من دخترک گیلکی تبارم، با آرزوی گسترش قلمرو زیبای زادگاه مادریم به وسعت تمامی سرزمینم. مینو. مهمونی اون شب به نیمه شب نزدیک شده بود. با وجود اینکه آنان از حواس اشکانه بهره می بردند، گویی در وقفه ای از حس ادراک زمان محروم شده اند یا لااقل معلق. کامران به مرور ذهنیات خود مشغول بود. چرا مادر فروغ نازنینم؟ آخه از روی علاقه او مدام به عمد مایل بود زنموی خود را مادر فروغ خطاب کند. آره، چرا میبایست در مدت زمانی کوتاه چون این داغ عزیزان را ببیند و من در روزنه‌ای میان کوچ شقایق خواهر و سهراب برادرش پا به دنیا بگذارم. کامران 57 به دنیا اومده بود، سالی که نیمه اولش شقایق رفته بود و نیمه دومش سهراب.
اون تا به حال به دیگری نگفته بوده که ندیده شیفته شخصیت سهراب بوده، یا سهراب به خون خفته در مقتل را در جلد او می‌دیده، یا شایدم تعلق خاطر مادر فروغ کامران را شیفته سهراب کرده بوده. خب کامران همیشه میگه محال مادر فروغ کسی را ستایش کنه و خطا باشه. کامران خودشو دلداری میداد، خوشحال باید بود عموی نازنینم تکیهگاه فروغ شد و سال بعد این عشاق کم نظیر به هم رسیدن و همدیگر را داشتن. اون شب روشنک برای اولین بار با احتیاط توأم با احترام زبان به نقد فروغ گشود و رو کرد بهش و گفت: فروغ بهتر نبود به قول مازیار این مجلس صمیمی با همون حال و هوای خوش باقی میموند؟ آخه سایه این یاداوریا سنگینی میکنه و آدم احساس خفگی بهش دست میده. من همیشه شیفته این شور زندگی تو خونه تو بودم و هستم. عشقی که تو خونه شما نفس میکشه به منم جون بخشیده. آهی کشید و ادامه داد: میدونی فروغ، درسته که ذاکری برای کامل بودن کاستیایی داره، اما مرد بدی نیست. خب تاران پدرشو خیلی دوست داره، این کافی بوده همیشه برای من. هرچند این سالهای اخیر درک نکردم علاقه همه دخترای کره زمین به پدراشون ستودنیه یا نه. خب یه سوال بزرگ شده برام. تارا منم خیلی دوست داره، اما هیچ نقدی رو به پدرش وارد نمیدونه. جلادترین پدرای دنیا در هر محبسی یا در انتظار چوبه داری دخترکی نازنین برای گریه‌ای جانسوز و حتی امیدی برای رهایی در انتظار دارن. وقتی قراره توی جدل زناشویی یه طرف بری باشه، از نگاه یه دختر قطع به یقین اون پدرشه. راستش فروغ هنوز نمیدونم تو ازدواج شتاب کردم یا حتی اشتباه. فقط اینو میدونم تو همیشه تو زندگیم الگوی من بودی. هرگزم پشیمون نیستم. تارا که ایرون بود هنوز، راستش یه بار فقط پرسیدم آخه چرا 43 سال پیش احسان رشیدی و یهو عوضش کردی به غلامرضا ذاکری؟ تارا فوراً منو مؤاخذه کرد که وقتی پدر سکوت میکنه حتما داری آزارش میدی. ما اینو میدونیم پاکترین پدر دنیاست. این کافی نیست؟ اولین بار دارم اینو بازگو میکنم، اما منم حق دارم بدونم. ساعت دیواری سالن میهمانی عبور از نیمه شب را خبر میداد. از شروع دور همی فضا به مرور ملتهب شده بود. عجیب آنکه هیچ کدام از حضار با وجود برآشفتگی که به مرور بر میهمانی سایه انداخته بود نگران عصیان احتمالی نبودند و اصولاً مناسبت مجلس فراموش شده بود. و عجیب تر آن که میل به ترک مهمانی در تک تک حضار حس نمی شد. از پافشاری حضار مادر فروغ که راستش نمیتونم بگم برخلاف یا موافق میلش بود، حاضر میشه کنجکاوی صادقانش فضولی بقیه رو برطرف کنه. اونا از برخورد اول فروغ و سالار هیجان زده بودن و عاقبتی که به ازدواج آنها منجر شده بوده. من که قضاوت درون خودم اینو میگم:
همه در تعجب بودند که در فاصله کوتاه کوچ سهراب به قول کامران تا شقایق و سوگ مادر که هنوز از دست دادنش به 1 دهه نرسیده بوده، این عشق از کجا و چطوری تو دل این سوگ ها رخ داده. اما خب کی روش میشد؟ ای وای، چیزی نیست سالار خان، من جمع میکنم. اشکال نداره عزیزم، طوری نیست، جمعش میکنن. به ندرت دیده شده سالارخان پورمتین به خودش مسلط نباشه. اینطور بگم در هر موقعیت و وضعیت به شدت بر اوضاع و کنترل خودش مسلط بوده و اصلا در این زمینه زبان زد. اما توی این ساعتهای مهمانی انگار فقط جسم سالارخانه که تو مجلسه. باور کنید میشد حرارت بدنشو از روی کت و پیراهن تنش تصور کرد. از گره کراواتش که نگم که ساعتیه بدون جلب توجه شل کرده بود و دکمه زیرشم باز کرده. اما هنوز میشد بهش امیدوار بود. نظم ظاهریش همچنان حفظ مانده بود. آرایش موی سر، تاب سیبیلی که به موقع رو عادت بهش رسیدگی میکرد و عینکی که برای نگاه نزدیک به موقع به چشم میگذاشت و برمیداشت و در ادامه با دیسیپلین همیشگی در قابش میگذاشت، نشان از کنترل و اداره هوشمندانه خودش داشت. اگر کسی قرار بود متوجه این تغییر حالات بشه، بدون شک، بدون احتساب فروغ، مازیار بود. با اینکه نسبت به دیگران کمتر با سالارخان برخورد داشته. فروغ که در مدیریت و انتقال آرامش کم نظیره، قصد میکنه توجه ها رو از سالار و جریان شکسته شدن گیلاس با بی مقدم شروع کردن حرفاش به خودش جلب کنه، به حرف میاد. ما بهت زده بودیم. رایحه شقایق با هر کسی تفاوت داشت. روشنک اینجاست شهادت میده. نه من، نه روشنک، پدر بزرگوارمون، حتی سهراب که خودش منشأ مهر و آرامش بود. نمیتونستیم، نه محال بود. همه محتاج انرژی اون بودیم. درسته که مادر بعد از به دنیا آوردن سهراب روشنک جان رو هم به دنیا آورد، اما بیماریش از زمان زایمان سهراب شروع شد. اگه پزشکان میدونستن مخالفت میکردن بارداری مجدد مادر رو. بگذاریم. پدر نمیتونست ماها رو تنها بذاره. شقایق خودش همه کاراشو پیگیری کرد و اون بیمارستان تخصصی اون نوع بیماریشو پیدا کرد. ما هم کنارش بودیم. عموی پدرم آمریکا بود و مرتب تلفن میزد ایران و پدر رو آروم میکرد که خیالتون راحت، من هستم. اما پدر فقط به خودمون متکی بود. وقتی رسید منهتن، هتل محل اقامتش رو، نوبت آزمایش‌ها رو که در هفته باید میرفت انجام بده برنامه ریزی کرده بود. ما هنوز حضور سالار رو جدی نگرفته بودیم. دوست شقایق گفته بود ما همسایه‌ای داریم که انسان‌های با اصالتی هستن و پسرشون در همون شهر دانشگاه میره. اون دوست میگفت من از اونا درخواست کردم و ایشون با جون و دل همراهی میکنه. اما خب طبیعیه، ما اینو تعارف تلقی کردیم و کار خودمونو کردیم. همه چی از نظر شقایق طبق گفته های تلفنیش مطابق برنامه ریزی پیش می رفت. ما هم که اینجا با تشویش در انتظار خبرهای خوشایند، تا اون روز که زنگ زد و اجازه بده من ادامه بدم. نه مشکلی نیست، امشب رها هستم. اینطورم نبود که گفتم. سردی و محافظه‌کاری کلامیم در اولین زنگی که به من زد به دقیقه نرسید.
من سوال میکردم. نوع بیماریش، محل اقامتش، فاصلش تا بیمارستان و اینکه در هفته چند بار باید برای آزمایش‌ها در رفت و آمد باشه. امکان نداره بی‌مسئولیت ترین آدما در مقابل هر کلمه‌ای که بیان میکرد و هنوز به جمله تبدیل نشده بود روح و روانش تسخیر داشت. گرم، استوار، پرمهر، بی نیاز از همه چی و همه کس به نظر می اومد. فقط تونستم بگم از این لحظه به بعد تعارفات ایرانی خودمون رو بذار کنار، من در اختیار شما هستم. بقیه‌شو من میگم. همیشه تو صداش امید بود، اما از هفته دوم رنگ صداش فرق کرده بود. جالبه، اون ما رو تو هر شرایط بدش دلداری میداد، اما جنس دلداری شنبوی دیگه ای داشت. اینا رو من دارم میگم. فروغ. ما یه روح بودیم در دو جسم. گذاشتم به حساب پیشرفتی در روند درمونش که نمیخواد زود ما رو از پیش دلخوش کنه. راستش یادمون میرفت همیشه بپرسیم ازش راجع به سالار خان. حتی نام و نشانی از ایشون نمیدونستیم. شقایق وارد جزئیات نمیشد. فقط وقتی میپرسیدیم آخه دست تنها ما نگران تیم، جواب میداد اون آقا خیلی کمک کرده به من، خیلی هم خوب میشناسه این محیطو. هرچی پدر یا ما میگفتیم معرفیش کن ما ازش قدردانی کنیم، جواب میداد نترسید منو نمیخوره. شما میخواین همش از بیماری من ازش سوال کنید که خب اونم عمو هست دیگه. عمو جان شهر دیگری بود، اما با پزشک مخصوصش مرتب در تماس بود و گزارش‌ها رو به ایشون میداد. هر وقت فاکسی از آمریکا به اسم مستعان ایزدمهر می اومد میفهمیدیم آخرین گزارش‌ها رو عمو جان به پدر اطلاع میده. خب دلیل داشت. ما در آستانه تعطیلات میان ترم یونیورسیتی بودیم. بعد از اولین تلفن یه بار دیگه، بله بار دوم بود، شماره تماسش رو ازش گرفتم. یهو به اختیار گفتم بهتره برای هماهنگی‌های بیشتر یه رستوران جمع و جور سراغ داشتم. الانم جلوی چشممه، پارکینگ وسیعی جلوش بود. آره اونجا قرار گذاشتیم. هرچی که تو اون دیدار حرف میزد کمتر میفهمیدم. با هر کلمه‌ای که ادا میکرد گیج و گنگتر میشدم. وجودم از کف داده بودم. با خودم فکر کردم آخه چطور میشه چنین گوهر بی عیبی، اونم با این سن و سال، درگیر این وضعیت ناگوار بشه. لباش تکون میخورد و چشام فقط به شکوهش خیره مونده بود و گوشام هیچی نمیشنید. یهو بازم بی اراده ازش دعوت کردم. بدون اینکه عنصری محرک و خلاق دخیل باشه فقط گوینده این جمله شدم. گفتم شبهای این شهر فوق‌العاده است، مسحور کننده است، اغواگره. خودم اجازه پزشکتون رو میگیرم. فردا شب میخوام جلوه ماه این شهر رو نشونتون بدم. از اینجاهاش من بیخبرم. اون شب بعد از اون خطابه مادر فروغ، با نگاه دوقلوها به مازیار که برای هر سه پیام مشخصی داشت، از مهمانان برای دقایقی پوزش خواسته شد تا به کتابخانه مجاور بروند. دوقلوها گیج و مبهوت شده بودند. اونا از مازیار سوالی داشتند. آیا این روند گفتگوها با منطق مناسبت مهمانی همخوانی داره؟ آنها هرگز پدر خود را تا این حد گویا و بی‌پروا ندیده بودند و مادر فروغشان.
درست که همچنان آرام و با وقار مختص خود و عشق و ایمان همیشگی نسبت به پدر سالار میگفت و میشنید، اما چه در درونش میگذرد بر آنها پوشیده بود. حقم داشتند، چیزی بیشتر از اینها نمیدانستند. گاهی هم خود را آرام میکردند. شایدم هر آنچه میبینند و میشنوند برای پدر سالار و مادر فروغ ساده تر از ابهام آنان است. مازیار با خوشرویی پاسخ دوقلوها را چنین داد: هیچ جای نگرانی نیست. شاید کالبد شکافی دیدار من و مادر فروغ در آن عصری که به قول فرخنده از جزئیاتش بیخبرید کمکی به شما بکنه. ببینید مازیار عزیزم، تردید نداشته باشید درخواست این ملاقات بدون حضور فرخندم و آگاهی فرخ چانه زنی یه مادر عروس برای سعادت دخترش و اتمام حجت نیست، ورنه نامزدی این پنجشنبه شب از پیش قطعیت نداشت. این نظر منم هست و خواهد بود و سالار عزیزمم چنین باور داره. مرد رویای هر سین دخت پرمهری هستی که خود به آن واقفی، پس زبان به قطار کردن جملات کلیشه توصیه مادران دختران دم بخت گشوده نخواهم کرد. شما هر دو لازم و ملزوم یکدیگرید. سوگند هر دغدغه‌ای به جهان ذهنیم وارد است الا ناخوشنودی و نگرانی احتمالی فرخنده از شما در زندگی مشترک. خواستم این عصر کنارم باشی. پرسشی دارم، تو هم کابوس میبینی؟ اگر حرفم تشخیص و درمان روح و روان نبود، از این سوال پاسخی جز واموندگی در بیان نداشتم. هر بشری در زنجیره اسارت این جهان به جبر در بند باشه میتونه شامل کابوس شه. اما سالار من شبها کابوسی داره که بر من پوشیده است. ندیدم رفتار و کرداری از ایشان جز نیکی و تدبیر برای هرچه بهتر شدن زندگی من. هرچه بوده موهبتی الهی برای من و ما و این کاشانه. آشوب گاه و گداری از آنچه به غلط یا درست کابوس می نامم در درون دارم. از خود مدام می پرسم چرا چنین همنشین دلنشینی می بایست دچار چنین معضلی باشد؟ آیا موردی هست که بر او عیان و بر شما پوشیده باشه؟ مگویی نیست. الا آنچه که بر ما واجبه از آن بگذریم. مادر جان، از چی حرف میزنید؟ واجبه بر ما بگذریم وقتی آنی را که باورش داریم صلاح داند نخواهد و نگوید. وقتی شقایق در ینگ دنیا با بیماری نادرش مبارزه می کرد ما هم مرتب پیگیر بودیم. روزی بی مقدمه گفت فروغم، کم میگویم و بیش از آن چیزی نپرس. مملوام از شور، گفتنی ها دارم، نامه‌ای مفصل از من به تو قاصدکی به دستت میرساند. هر آنچه گذشته و خواهد گذشت جز به جز بازگو می کنم تا پس از خواندنش چون نوزادی محتاج مادر لالاییت نفسم باشد. این گذشت و دیری نگذشت، از میان ما رفت، همیشه این بر من پوشیده ماند. نامه این نگارش شد، قاصدکی در کار بود یا اجل مهلتش نداد؟ مادر جان، پدر کجا هستن؟ با دوستش آقای مهان عیادت دوستی مشترکی رفتن. میتونم اتاق و کتابخونه شخصی و اصلا جایی که خلوتشه رو ببینم. میخوام از اون جاها برای نزدیک شدن به روحیاتشون استفاده کنم. حتما عزیزم، چرا که نه؟ شما پرفروغ ترین مادر دنیا هستید.